سلام مجدد دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشید. خب دوستای عزیز، ما وارد صنف میشیم، اما قبل از اینکه وارد صنف شویم ما چی میکنیم؟ باز هم روی کن صحبت میکنیم. در جلسه قبلی روی کن صحبت کردیم، اما در این جلسه باز هم در اول یک نگاه مختصر می داشته باشیم. باز وارد صنف میشیم و تمرین میکنیم. خب کن گفتیم توانستن منامیته. در این جلسه ما میخوایم که با استفاده از کن سوال کنیم. ما همیشه فراموش نکنیم که با کن اکشن ورب استفاده میکنیم، یعنی ورب ما اکشن باشه. یعنی ما تو بی ورب ما نمیتونیم استفاده کنیم is am are. درست؟ اکشن ورب کلمات هستن که با وقتی که در زبان مادری خود ترجمه کنیم با تن و دن تمام میشن. مثلا در این قسمت ببینین که رن که هسته، ببینین run, walk, eat, speak. رن دویدن، walk قدم زدن، eat خوردن، speak German آلمانی صحبت کردن. میبینین خوردن، قدم زدن، دویدن، دن تمام شده. درست؟ کلماتی که با تن و دن، مثلا رفتن، کلماتی که با تن و دن در زبان مادری ما که ترجمه کردیم تمام شده بود چی میشه؟ وارد میگه اکشن ورب. درست؟ خب حالا میریم وارد صنف خود میشیم و تمرین میکنیم. 4 تا کلمه است که بخیر رویش کار کنیم، تمرین کنیم. درست مثل ورزشکارا که هر روز تمرین میکنن. Practice makes it perfect. Okay, let's start. خب دوستان عزیز، مثل همیشه وقت مرحله بندی میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. حالا میشه که شما تا مرحله بندی هم نکنین، شاید که اول یاد گرفته باشین، براتون اما سیکونس یا پترن جمله سازی رو براتون شاید ساخته باشین. خب باز هم مرحله بندی کردم، حالا شروع میکنیم. خب دوستا کلمه اول چی بود؟ کلمه اول رن، دویدن. خب میگیم که ما سوال میکنیم can you run، ببخشید can I run. اول از خود شروع میکنیم. ببینیم مرحله بندی کردم، حالا از پیش اشتباه شد، اما مرحله بندی مرا کمک کرد که متوجه شم. can I run، آیا میتونم که بدوم؟ can you run، آیا میتونی تو بدوی؟ can you run، آیا شما میتونین بدوین؟ can we run، آیا ما میتونیم بدویم؟ can they run، آیا آنها میتونن بدون؟ can he run، آیا او پسر یا او بچه میتونه بدود؟ can she run، آیا دختر میتواند بدود؟ can it run، آیا او حیوان میتونه بدود؟ can احمد run، احمد میتواند که بدود؟ can زحل و نرگس run، زحل و نرگس میتونن بدون؟ ببینین که ما کان در اول جمله استفاده کردیم، بعد از اون مطابق جمله را. و متوجه باشین زمانی که ما با اکشن ورب کان استفاده کردیم به هی، ببینین به هی، شی، ات، احمد، چون مفرد هستن ما بعد از رن اس نمیتیم بگیم can he runs، can she runs، can it runs، can احمد runs. اگر اس بتیم در آخر ورب، به وجود که اکشن ورب است، به وجود که زمان حال ساده است، چیست اشتباه است، چون کن آمده. کن وقتی که استفاده شد ما حق نداریم که اس استفاده کنیم. فرضاً وقت میگفتیم که احمد runs، he runs، she runs، it runs، این درست است، اما زمانی که ما کن استفاده کردیم در جمله دیگه حق نداریم که رنس بگیم، یعنی اس پاک میکنیم. درست؟ این رو فراموش نکنین. خب میریم کلمه بعدی رو میبینیم که چی بود. کلمه بعدی ببینیم walk، قدم زدن. خب can I walk، آیا میتونم قدم بزنم؟ میتونم قدم بزنم؟ can you walk، میتونی قدم بزنی؟ can we walk، میتونیم ما قدم بزنیم؟ فرض مثال میگی we can walk، ما میتونیم قدم بزنیم. can we walk، آیا میتونیم ما قدم بزنیم؟ can they walk، آنها میتونن قدم بزنن. can he walk، او بچه میتونه قدم بزند. can she walk، او دختر میتونه قدم بزند. can it walk، او حیوان میتونه قدم بزند. can احمد walk، احمد میتونه قدم بزند. can زحل و نرگس walk، زحل و نرگس میتونن قدم بزنن. ببینین. خب بریم روی کلمه بعدی. کلمه بعدی ما چی بود؟ eat، خوردن، به معنی خوردن. can I eat، میتونم بخورم. can you eat، تو میتونی بخوری. can we eat، میتونیم بخوریم. can they eat، آنها میتونن بخورن. can he eat، او بچه میتونه بخورد. can she eat، او دختر میتواند که بخورد. can it eat، او حیوان میتونه بخورد. can احمد eat، احمد میتواند که بخورد. can زحل و نرگس eat، زحل و نرگس میتونن بخورن. ببینین چقدر خوب جملات.
یعنی ما تمرین میکنیم از شماره 1 تا شماره 7 و در این از یک شماره 7 از یک تا شماره 9 بخشید از یک تا شماره 9 وقتی که ما تمرین میکنیم ببینید که اینا شامل چی میشن؟ شامل ضمایر فاعلی میشه و شامل اسمهای خاص مفرد و جمع. یعنی هم ضمایر مفرد است و هم ضمایر جمع است، هم اسم خاص جمع است هم اسم خاص مفرد است. وقتی که ما تمرین میکنیم این بر ما عادت میشه و ما وقتی که میخوایم که جمله جور کنیم بدون کدام تعلل یا بدون کدام اشتباه چی میکنیم؟ جمله میسازیم. خب تمرین کنین مثل ورزشکارا. ما بازم مثال میتونم ورزشکارا را که میبینین یک حرکت هر روز انجام میتن، هر روز دوش میکنن. این به این معنا نیست که مثلا یک ورزشکار یک هفته که دوید دفعه دوم دیگه استاپ شود دیگه بگه من خب دوش کردن خب یاد گرفتم دیگه نیاز نیست. نه اصلا این تو به این شکل نیست. هر چی که میدون ورزشکارا به مو اندازه چی میشن پیشرفت میکنن. حالا شما وقتی که به هر اندازه‌ای که بیشترتر تمرین کنید به مو اندازه خوبتر میشین، به مو اندازه زبان انگلیسی با شما چی میشه؟ خوب میشه. خب کلمه آخر میبینیم چی هسته؟ speak German، آلمانی صحبت کردن. Can I speak German؟ میتونم که آلمانی صحبت کنم. Can you speak German؟ تو میتونی آلمانی صحبت کنی؟ Can we speak German؟ ما میتونیم آلمانی صحبت کنیم. Can they speak German؟ آنها میتونن آلمانی صحبت کنن. Can he speak German؟ او بچه میتونه آلمانی صحبت کند. Can she speak German؟ Can she speak German؟ او دختر میتونه که آلمانی صحبت کند. Can it speak German؟ او ایوان آلمانی میتونه صحبت کند. Can احمد speak Spanish؟ احمد میتونه که اسپانیایی صحبت کنند. Can زحل و نرگس speak Japanese؟ زحل و نرگس ژاپنی میتونن صحبت کنن. ببینید ما میشه که جرمن به Japanese to Pashto to Persian to for example Swedish. و می رقم زبان‌ها رو چی کنیم؟ تغییر بدیم. وقتی که زبان‌ها رو تغییر بدیم جملات هم تغییر میکنه، تعدادش هم زیادتر میشه، معناش هم متفاوت‌تر میشه. خب دوستان عزیز ما روی 4 تا کلمه کار کردیم، یعنی ما چند تا جمله جور کردیم؟ تقریبا 36 تا جمله جور کردیم. شما میشه که بیشترتر بسازید، فیل های اصلی را دانلود کردین، فایلش از او کمک بگیرین و جمله بسازید. و یک چیز دیگر دوستا فراموش نکنین که هر روز باید شما تمرین کنید. به طور مثال ما گفتم که میگم که I can speak English. من میتونم که انگلیسی صحبت کنم. Can you speak English؟ تو میتونی که انگلیسی صحبت کنی؟ I can speak English. Can you speak English؟ من میتونم که انگلیسی صحبت کنم. تو میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ و می ترتیب تغییر بدین و جمله بسازین. درست است؟ به امید دیدار.